ملا محمد عمر کی بود؟ محمد عمر مشهور به امیرالمؤمنین ملا محمد عمر مجاهد در سال 1339 خورشیدی مصادف با 1960 میلادی در جنوب افغانستان در روستایی به نام چاه همت در ولسوالی خاکریز ولایت کندهار به دنیا آمد. در سن 2 سالگی به ولسوالی دند کردار رفتند. محمد عمر در سن 5 سالگی پس از وفات پدرش به ولسوالی در آورد ارزگان رفت. در سن 8 سالگی در مدرسه همین ولایت شروع به تعلیمات ابتدایی پرداخت تا اینکه در 19 سالگی در سنگ حصار واقع در ولسوالی میوند به حیث امام مسجد مقرر گردید. بعد از پیروزی مجاهدین روز مردم محل نزد وی آمدند و از او خواستند تا دخترانشان که به واسطه قماندانها ربوده شده بود نجات دهند. همان بود که چندین ملای دیگر منطقه یک جای شده و توانست دختران را از دست قماندانها نجات دهند. بعد از این نام وی سر زبانها افتاد و بالاخره به حیث یک قهرمان ظهور کرد. به زودی از جانب پولداران حمایت شدند و تجهیز شدند تا در مقابل این گونه ناانصافی ها مقابله کنند. تأسیس تحریک طالبان. ملا اخترجان از فرماندهان حزب اسلامی در جاده سپین بولدک مردم را اذیت میکرد. خبر به گوش ملا عمر رسید و با همراهی 200 تن از همراهان خویش به وی حمله نمود و بزرگترین پایگاه نظامی حزب اسلامی را تصرف نمود و 18,000 کلاشینکوف به دست آورد. بعد از این واقعه در هر جنگ بدون پاداش مداخله میکردند و برای مظلومان یک فرشته نجات معلوم میشدند. در سال 1994 با همراهان خویش نهضت را به نام تحریک اسلامی طالبان بنیان گذاشتند. دولت پاکستان و بخصوص نصیرالله بابر وزیر داخلی آن کشور از طالبان حمایت کردند. طالبان کندهار و ارزگان را تصرف کردند. زابل از آنها استقبال کردند و تسلیم شدند. بعد از تصرف غزنی و میدان وردک کابل را محاصره کردند. احمد شاه مسعود وزیر دفاع حکومت استاد برهان الدین ربانی از طالبان حمایت کرد و در میدان وردک از آنها استقبال نمود، چون نقشه آنها این بود که طالبان در مقابل حزب اسلامی به جنگ برآیند. طالبان اردوگاه‌های حزب اسلامی را در لوگر و چهارآسیاب و حزب وحدت را در غرب و کابل از بین بردند که در همین نبرد رهبر حزب وحدت اسلامی عبدالعلی مزاری دستگیر و بالاخره کشته شد و حکمتیار به لغمان فرار نمود. طالبان از حکومت استاد ربانی خواستند تا کابل را تسلیم نماید، اما احمد شاه مسعود مقاومت نمود و بالاخره طالبان را در لوگر فراری داد. طالبان در ظرف کمتر از یک ماه مناطق پکتیا و پکتیکا را تصرف نمودند. در 4 سپتامبر 1995 به هرات حمله نموده و میدان هوایی شیندن را تصرف کردند و اسماعیل خان جانب هرات فرار نمود. ISI صدها افسر خویش و همچنان کمونیست های باقی مانده از کودتای شهنواز تنی را در خدمت طالبان قرار داد تا از این طریق بتواند از وسایل نظامی غنیمت گرفته و از میدان هوایی شیندن استفاده کنند. به تاریخ 14 حمل 1375 حدود 2000 تن از علمای افغانستان و پاکستان در شهر کندهار مقر طالبان گرد هم آمده و ملا محمد عمر را به عنوان امیرالمؤمنین انتخاب نمودند. در سپتامبر 1996 جلال آباد و لغمان را نیز تصرف نمودند. طالبان به تاریخ 23 سپتامبر 1996 با تصرف سروبی و عبور از ماهیپر داخل بلوچرخی شدند و پس از نبرد با قوت‌های حکومت کابل در حالی که ملا برجان قماندانشان کشته شد، ظهر 27 سپتامبر وارد شهر کابل شدند و حکومت موقت خود را بنیان گذاشتند. ملا محمد ربانی رئیس شورای وزیران و ملا محمد حسن غوث وزیر امور خارجه و مولوی محمد حسن معاون اول شورای وزیران و به همین ترتیب کابینه خویش را اعلام نمودند. با تصرف کابل قوانین بسیار شدید را تطبیق کردند. مکاتب دخترانه مسدود گردید. زنان بدون محرم از خانه خارج شدن نمیتوانستند. تلویزیون و نوارهای ویدیویی و صوتی از بین برده شد. انواع ورزش و تفریح ممنوع گردیده
و همه مردان مجبور شدند 5 وقت نماز در مسجد حاضر باشند. پاکستان اولین کشوری بود که رژیم طالبان را به رسمیت شناخت و به تعقیب آن عربستان سعودی و امارات متحده عرب. استاد ربانی مرکز خویش طالقان را انتخاب نموده و هنوز هم رئیس جمهور افغانستان در نزد سازمان ملل شناخته می شد. طالبان در مدت کم توانستند مناطق چون بگرام، کاپیسا، فاریاب و مزار و اکثریت مناطق را تسخیر کردند. طالبان الی سال 2001 در افغانستان حکومت کردند و با وجود کوشش‌های فراوان نتوانستند پنجشیر و بدخشان را تصرف کنند تا اینکه حادثه رخ داد و امریکا به افغانستان آمد و طالبان را با کوه‌ها و دشت‌ها و پاکستان فراری ساخت. حادثه 11 سپتامبر 2001 در صبح 11 سپتامبر 2001 یک فروند طیاره مسافربری شرکت امریکن ایرلاین با 81 مسافر و 91,000 لیتر سوخت به برج شمالی مرکز تجارت جهانی در نیویورک تصادم نمود. زمانی که مردم جمع شدند و پلیس همه جا را محاصره نمود، در فاصله 16 دقیقه از نخستین حادثه طیاره دیگری با برج اولی اصابت نمود. همچنان طیاره دیگری به طرف پنتاگون مرکز وزارت دفاع امریکا در واشنگتن را هدف قرار داد. اما طیاره چهارمی که به طرف قصر سفید در حرکت بود در پنسیلوانیا سقوط نمود. این حملات به سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن ارتباط داده شد. حکومت امریکا از ملا عمر و طالبان خواست تا اسامه را تسلیم آنها کنند، اما ملا عمر از این کار انکار نمود. بالاخره امریکا تصمیم به نابودی سازمان‌های تروریستی القاعده و طالبان نمود و در همان سال 2001 حملات هوایی خودش را بالای مواضع طالبان در افغانستان آغاز نمود. از طریق زمین با نیروی شمال به رهبری استاد ربانی و مارشال فهیم توافق کردند تا در زمین شکست طالبان با هم همراهی کنند. همان بود که طالبان مورد حملات پیهم هر دو جبهه قرار گرفت و در مدت کوتاهی از کابل و اکثریت ولایت کشور رانده شدند. اکثریت به پاکستان پناه بردند. گفته می شود در یکی از جنگ ها یک چشم ملا عمر به اثر برخورد ترکش زخمی شد و به شدت آسیب دید و وی بدون استفاده از مواد بیهوش کننده و ضد عفونی به وسیله چاقو این چشمش را درآورد و پلک‌هایش را دوخت. بالاخره در 4 ثور سال 1392 ملا محمد عمر در بیمارستان در کراچی پاکستان درگذشت. با گزارشاتی که طالبان می دهد ملا محمد عمر در سن 55 سالگی درگذشت، ولی نظر به گزارشات دیگر ملا محمد عمر در سن 52 و یا 53 سالگی درگذشته است. بعد از ملا محمد عمر فرد شماره دوم این گروه به اسم ملا اختر محمد منصور به عنوان رهبر انتخاب شد. در 9مین سالگرد ملا محمد عمر طالبان در کابل گفتند که مرگ ملا عمر به اثر مبتلا بودن به مرض سل بوده است.